جنبش سبز تا 2009 بود اگه یادت باشه، بعد عاشورا تاسوعاش خورده بوده اول 2010، یعنی که دیگه اون 5 تن آله عطا مهاجرانی و گنجی و کدیور و سروش و بازرگان 5 تایی با هم بیانیه دادن که دیگه بخوابونید اعتراضات جنبش سبز رو، و عاشورا و تاسوعا توهین شده فلان اینا، و سعی کردن اعتراضات رو بخوابونن. و ما دیگه شروع کردیم بیایم جدی این قضیه رو بیاریم جلو که آقا اپوزیشن ما احتیاج به صاحب داره. من اصلاح طلبها رو زمانی شناختم که 5 سال بیرون بودم تو خارج از کشور، نون بازو داشتم میخوردم، زمین و زندگیمو تو ایران گرفته بودن، تو رسانه هاشون هیچی از من نگفتن، اما جنبش 88 که شد زنگ زدن وایس آف آمریکا که زنگ بزنید حسینی خوب قدرتیه تو بیان، اونو بیارین پشت میر حسین و کربی تمومه میترکه. که بعد اینا زنگ زدن میخوایم با شما مصاحبه کنیم، گفتم بیا مصاحبه داری بیا آمریکا، من اینجا که منو میکشن تو قبرس، که اف بی آی چک من که 11 ماه طول کشید ندادن، یهو شبه گفتن حسینی اف بی آی چکش تموم میشه برو آمریکا، که منم اومدم. یعنی تا زمانی که به من احتیاج نداشتن سکوت کردم، من اونجا شناختم. 2011 ژانویه 2011 یعنی ما 2010 شروع کرده بودیم. فردای روز کنفرانس، 4 روز کنفرانس، حالا شاهزاده خودش میگم نماینده‌اش اومدن، فردای کنفرانس رضا پیرزاده اومد خونه من توی واشنگتن، نشست اونجا و سید محمد حسینی هم اون موقع مهمون من بود، نشست و من براش توضیح دادم قشنگ. تک تک این دوستان رو شناختم. من رضا پهلوی رو کی شناختم؟ وقتی وارد واشنگتن شدم اینو دیدم. با تمام این سیاسیونی که خارج از کشور من جلسه داشتم، اگه نمیدونید بدونید هنوز اسرار رو فاش نکردم ولی جلسه داشتم. از دفترش زنگ زدم آقای شاهزاده میخواهند به شما جلسه بذارن. گفتم به 2 شرط جلسه اشکال نداره. خب بفرمایید. گفتم 1 عکس نگیرن، 2 تو دفترشون من نمیام بیرون یه جایی بذارن. یه رو بعد زنگ زدم باشه. وقتی رفتیم تو جلسه بهش گفتم که یک گروهکی هم دوست داره که شما رو ببینه، التماس داره میکنه، افته رو پای ما جیغ و داد میکنه و گریه که یه کاری کنم منم شاهزاده رو ببینم. گفت اونا آدمای کثافتی ان، آدم فلانی ان، اصلا نمیشه. گفتم واقعا؟ گفت آره اصلا خیلی مراقب باشید. اوکی. فردا با اینا جلسه گذاشت رضا پهلوی. چون 2 روز بعدش بود رفتیم خونه خود شاهزاده نشست که نازیلا گلستان بود، پیرزاده هم بود. من روی تابلو برای شاهزاده شروع کردم کشیدن طرح کنگره ملی رو، یعنی یک گزارش کاری از کنفرانس رو گذاشتم جلوی شاهزاده. گفتم ببین الان وقتشه، چون داغداغی بعد از این چه سالیه؟ 2011 ژانویه 2011 اونجا شناختم. من رضا پهلوی رو سال 96 اگر تو نشناختی 98 بهت شناسوندم. 96 گفت خشونت نکن، 98 میگفت بکش، بزن، آتیش بزن. منم زهرامو زدم، همون گروهکی که میگفت جلسه باهاشون نمیذارم بعد گذاشت، منم رفتم به اون اسرار فرح و رضا پهلوی که در روسیه چیکار کردن رو گفتم. اون احمقم کتاب کرد، با پول خودشون پخش کردن تو تلویزیونا. تا الانم خر ما نمیدونه اسراری که ما بهش گفتیم رو بخش کرد. ما هم زهرامون زدیم. سیاسی دیگه، جنگ دیگه. تابستون سال 2010 بود. اون سالایی بود که منو به شدت، سالای قبل از کتاب رفیق آیت الله بود که دیگه همه اپوزیشن با هم دیگه دست به دست هم دیگه داده بودن، منو مأمور جمهوری اسلامی معرفی می‌کردن و منم یه مدت کشیدم خودم رو کنار، به کار حالا داشتم درس می‌دادم اونجا تو واشنگتن و بعد دیگه مسئله کتاب رفیق آیت الله پیش اومد که گفتم وقتی برمیگردم چنان برمیگردم که تو دهن همشون همچین زده باشم دیگه از این غلطا علیه من نکنم. کل خانواده رضا پهلوی رفت لهو. میوتی باز من زلزله شد.
من یه زلزله نسبتاً خوبی شد نداره مربوط به حرف زدن منه. نداره معلوم بود میاد به زودی دیگه، خیلی وقت بود نیومده بود. خب پس رژیم عوض نشد، شما الان باید مردم توضیح بدین 4 سال دیگه بهتر ترامپ نبود که، پرزیدنت ترامپ بود دیگه. ما مخشه زدیم، فلن زد، مارک پمپاو زد، تو حساب نمی چک میگردی که توش پولی یا نه؟ حسینی تلویزیون نره پس رو میزیست. ما خود میز بودیم حاجی، ما رو میز نبودیم. بس رژیم عوض نشد. بولتون، مجاهدین، سناتورهای چسبیده به ترامپ، رژیم عوض نشد. 40 سالگیشان دید. ختم مادر قهوه‌ها اینو میخواد بدونی؟ تو دانشگاه اصفهان شطرنج که بازی میکردم به نفر مقابل میگفتم نهمین حرکت ماتی. بچه‌ها گفتن نگو. میگفتم من ماتش میکردم. اون موقع تو نمیفهمیدی آنپاس چیه. ما آنپاس میزدیم. موقع حرام بود به قول خودمون شطرنج. ما آنپاس رو میدونستیم چیه. و تو بزغاله فکری مثلا الان میریزی کیو درست میکنی برای خودت، 5000 تا کیو درست میکنی که کیو اصلی رو ببری زیر سوال و بعدم بگی تروریست بگیری و ما هم بگیری. آقای رضا پهلوی پادشاه پارلمانی نشد، درسته؟ نشد.